حسرت آخوند رافضی از سقوط حکومت مجوسی. لحاظا میبینید بعضیا دشمنیشون با ایران بر اساسی که زمینه‌ای که داشتن تعصب قومیت عربی و بشارت آقا رسول اکرم به پیروی ایرانیان از امیرالمؤمنین بیشتر شد. حمله به ایران و فتح ایران و اینها هم از همین نقشه ها گرفته شد. حمله به ایران و فتح ایران و اینها هم از همین نقشه ها گرفته شد. اگر اجازه میدادند ائمه معصومین مردم ایران رو به اسلام دعوت عمومی میکردند، مثل یمنی که امیرالمؤمنین با خطبه و علم همه را به اسلام دعوت کرد، هیچ جنگ و خونریزی و آدمکشی و قتل و غارت و از بین بردن میراث‌های فرهنگی ما در اون زمان به وجود نمی آمد. مثلا لشکر خلیفه دوم که وقتی وارد خراسان شد چرا نتونست ادامه بده، نرفت مثلا از خراسان رد نشد، در حالی که اینا قصد کشورگشایی داشتن دیگه. چرا رد نشد؟ چون اینجا زمینگیر شدن، اینجا خود اینا از ساسانی‌ها دست اینا غذا بودن، چون ساسانی‌ها همه زرتشت بودن و اینا وقتی ساسانی‌ها برای خودشون یک مشکل می‌دیدن، وقتی ساسانی‌ها از بین رفتن خوشحال شدن. اینجا زمینگیر شدن لشکر حالا خلیفه دوم. بینندگان عزیز، مشاهده نمودید این آخوند کینه‌ای چگونه از سقوط حکومت مجوسی و از بین رفتن فرهنگ پوشالی مجوس ابراز حسرت نموده جهاد مقدس صحابه کرام رضوان الله علیهم را خونریزی، آدمکشی، قتل و غارت مینامد و مانند همکیشان یهودی و مسیحی خود فتوحات مقدس اسلامی را بر اساس تعصب قومی عربی می‌داند. البته دشمنی آیات اعظام و آخوندهای رافضی با دین مبین اسلام و صحابه کرام رضوان الله علیهم که فاتحین بلاد شرک و بت پرستی بودند، بر اساس همین کینه دیرینه نهفته در دلهای اینهاست که احیانا بدون اراده بر زبان بعضی از ساده‌لوحانشان ظاهر می‌گردد و محبت اهل بیت رضوان الله علیهم را وسیله‌ای برای عوام فریبی قرار دادند. آیا غیر از این است که ایرانیان آن زمان آتش پرست و مشرک بودند؟ آیا برای از بین رفتن فرهنگ مجوسی اظهار حسرت می نمایید؟ پس اسلام مزعوم شما کجاست؟ آیا شما نمی دانید که سیدنا علی رضی الله عنه خود مشاور مستقیم امیر مومنان عمر رضی الله عنه در جنگ و حمله به ایران بود؟ نگاه کنید به نهج البلاغه کلام 145. و آیا نمی دانید که امام حسن و امام حسین رضی الله عنهما از جمله سربازان لشکر اسلام در جنگ با ایران بودند؟ و آیا نمی دانید که الله متعال در 10 آیه قرآنی مسلمانها را به جنگ با مشرکین امر نموده است و جهاد یکی از راه‌های رساندن دعوت اسلامی به مردم جهان است؟ الله متعال می فرماید وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. و با همه مشرکان بجنگید همان گونه که با همه شما می جنگند و بدانید که الله با پرهیزگاران است. و می فرماید يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت گیر و جایگاه آنان دوزخ است و بد جایگاهی است.
و مسلمانان برای رساندن پیام الهی برای بندگان الله متعال به سوی ایران به حرکت درآمدند و هنگامی که شاهان ظالم و ستمگر ساسانی که دین و دنیای مردم را به زور و دلخواه خود رقم می‌زدند، مانع دعوت شاگردان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شدند، مجاهدان جان بر کف اسلام با از بین بردن طاغوت حاکم بر ایران آزادی و حق انتخاب را به مردم آن دیار برگرداندند تا خود درباره سرنوشت خیش تصمیم بگیرند و تاریخ گواه است که تا 500 سال اول حکمرانی مسلمانان بر ایران اکثریت مردم غیر مسلمان بودند و هیچگاه مجبور به پذیرش اسلام نگشتند، بلکه با اختیار و اراده خیش این پیام آسمانی را پذیرفتند و در علوم اسلامی از امامان و پیشگامان قرار گرفتند. و آیا شما برای نابودی حکومتی حسرت می‌خورید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای نابودی آن دعا فرمودند که مزق الله ملکه، الله متعال سلطنت او را نیست و نابود کند، که این روایت در معرفت السنن و الآثار جلد 13 صفحه 350 و مستدرک سفینة البحار جلد 9 صفحه 114 ذکر گردیده است. و در نتیجه این دعای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سلطنت کسری با مبارزه و شهامت یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست و نابود گردید. و فردوسی چه زیبا میگوید: بشکست عمر پشت دلیران عجم را، بر باد فنا داد رگ و ریشه جم را. این عربده بر غصب خلافت ز علی نیست، با آل عمر کینه قدیم است عجم را.